خدمت به وطن قرض هر یک جوانمرد می باشد. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان وطن مادر را همچون گوهرک چشم باید حفظ نماید. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرماندهی قوه‌های مسلح محترم امامعلی رحمان از 1 اکتبر سال روان دعوت تیرماهی آغاز گردید. همچون سالهای پیشتر جوانان شیردل ناحیه جبار رسولов به صف ارتش ملی با خواهش خود روانه گردیدند. در مراسم گسیل دعوت شدگان رئیس ناحیه قدرتزاده طاهر طالبی، کارمندان کمیسریت حربی ناحیه، سرداران ساختارهای قدرتی، رئیسان جماعتها، پدر و مادران دعوت شدگان، خوانندگان صنف‌های بالایی، فعالان ناحیه اشتراک کردند. رئیس ناحیه در برآمد خود تاکید نمود که جوانان ناحیه بهر خدمت وطن مادر آماده اند. السلام علیکم حاضرین گرامی، محترم جوانان شجاعتمند، پدر و مادران عزیز. امروز برای همه جوانان دلیر و شجاع ناحیه یعنی دعوت شوندگان عزیز روزی خاطرمند و فراخبخت می باشد. در این روزی سید جوانپسران شجاعتمند برای ادا نمودن فرض مقدس فرزندی خود حفظ مرز بوم تاجیکستان صاحب استقلال برای خدمت به صف قوای مسلح کمر بستند. ارتش تکیهگاه دولت و سپری ملت است. مسلم است که قوای مسلح جمهوری تاجیکستان بعد از صاحب استقلال گردیدن این دولت تمام به یگان زمینی میراثی و مادی تکنیکی با راهنمایی پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تشکل و تکامل یافته و از امتحانات سنگین تاریخ گذشت. در عین زمان آن قادر است که امنیت دولت ملت و حفظ مرز و بوم وطنمان را پورا تامین نماید. جوانان غیرتمند وطنی عزیزمان امکان دارند که در چنین مرحله فرابخش ملت خود در تامین امنیت، حفظ مرز و بوم و ثبات مملکت صداقت خویش را به دولت و مردم تاجیکستان با خدمت شایسته ثابت سازند. سپس دعوت شدگان و پدر و مادران به سخن برآمده ابراز داشتند که حفظ استقلالیت مملکت، حفظ سرحدهای تاجیکستان مقدس است. السلام علیکم حاضران گرامی، دعوت شوندگان عزیز. من نگهمرده محمد جان دعوت شونده از جماعت دهاتی غولکانداز امروز با خواهش خودم و امر دل به صف قوه‌های مسلحه جمهوری تاجیکستان برای خدمت به مادر وطن کمر بستم. خلق مهنت قرین ناحیه جبار رسولov خصوصا مادران گرامی در اینجا حضور داشته. حاضرین گرامی، من همچون مادر از نام کلی مادرانی که در اینجا حضور دارد برای سخن راندن عزم کردم، زیرا که فرزندی کودکی جگربند من امروز افتخار دارم که برای خدمت وطن مادر سن سالش رسیده است. در دلم یک غرور، یک افتخار دارد که فرزند من هم برای وطن مادر خدمت کردن قوه، جسارت و غیوری و شجاعی دارد. فرزندان عزیز من همیشه در پناه خداوند باشید. همیشه یزدان پاک شما را نگه بینت کند. حاضرین گرامی و فرزندان یعنی نوسکران من، شنوید از نام مادرانی تمامی کلی در اینجا حضور دارد، شنوید از نام آنها سخن میرانم. فرزندانی دل و جگربندان ما، آن شرایط هایی که از طرف حکومت کشورمان، از طرف خصوصا پیشوای معظم ملتمان برای خدمت حربی نوجوانان، نومردان مخیا و فراخم آورده است. سرخطیب ناحیه عبدالقهار خواجه‌اف عایدی نگاهیبین دین مبین اسلام در حفظ زمین خود گفته گذاشت و برای رونق مملکت، صلح و ثبات کشور دعای نیک کردند. شکرانه پروردگار امروز تحت رهبری پیشوای معظم ملت دولت ما یعنی تاجیکستان عزیز دولت تنج است، آرام است، صلح و ثبات و امنیت البته هویدا است و اینجا البته پرافشانی این رمزها همه نشانه آن است که مردم تاجیکستان با تمام قوت و متانت و جسارت خودش میتواند تمام مرز و بوم وطنش را با همراهی انامین فرزندان فرزانه ملت
فرزندان جسور و نادانا حمایت نماید. به خاطر همین از این منبر دعوت کردنی هستم خوش به حال آن پدر و مادران و بابایانی که امروز فرزندان خودشان را در روحیه وطن دوستی، وطن پروری و حمایه مرز و بوم وطن تربیت نمودند. امروز ما می توانیم گوییم که پدر و مادر این جوانان، اهل عائله این جوانان در حقیقت قهرمان هستند، چون که فرزندان آنها به خواهش خودشان با یک روح بالیده به صف قواهای مسلح شامل شده ایستادند که مرز و بوم وطن را، پدر و مادر خودشان را حمایت نمایند. در تمام اشعار شاعران و البته ایجادیات نویسندگان یک مفهوم است، مفهوم وطن مادر. این یک است، وطن از مادر یا که مادر از وطن هیچگاه جدا شده نمیتواند. برای همین هر نفری که امروز به خاطر امنیت کشورش چی با قلم است، چی با دعوتش است، چی با یک ترغیب و تشویقش است و چی با مردانگی و جسارتش است، اگر وطنش را حمایت کند نیک نامترین انسان همان است. امروز در اشعار تمام شاعران یک مفهوم است، میگویند که ما امروز باید وطن دوستی را، وطن پروری را، حمایه مرز و بوم وطن را از فردوسی و باید که از عینی آموزیم. همه آن کسانی که به خاطر امنیت و پیشرفت و آبادانی این کشور خدمت میکنند، خداوند با آنها قوت ربانی عطا فرموده باشد. در دوام چاره‌بینی بخشیده به گسیل جوانان به صف قواهای مسلح از طرف بخش فرهنگ ناحیه برنامه کنسرتی به حکم جمع شدگان پیشکش کرده شد. صفی دلاوران شب بی سرم کلام شدستی، تو جو پهلوان شدستی، بی سرم کلام شدستی، تو جو پهلوان شدستی، با صفی جوانی ارتش و فرح روان شدستی. کاشماری دیگر عاشق بودم ای، من قدر یاری خویشتن دانستم ای، تا بقای عمر صادق بودم ای. یاری تو چشم و ماهی بیگرزی حالی زارم، بیا کنارم باره باره دوستت ندارم آره آره، بیا کنارم باره باره دوستت ندارم آره آره. میرو عشقم ندلدار gözlerimden bilbal, üçleşkende anardik yüzlerimden bilbal. Mihru aşkım ne dildar, gözlerimden bilbal, üçleşkende anardik yüzlerimden bilbal. Babeş
شدستی به صف جوان ارتش و فرح روان شدی شکر پهلوان شدستی شکر پهلوان شدستی کارمندان کمیسیریت حربی ناحیه جبار رسولوف نیت دارند که نقشه دعوت تیرماهی را سر وقت اجرا نمایند. گروه کاری در همه جماعت ها کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را جانا کرده در بین مردم واخوری ها گذرانده ایستادند. از